خب من علی اصغری هستم، مدیر مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده. خیلی ها میگن ازدواج مثل یک هندوانه دربسته است. من میگم خیر، اینجوری نیست. ازدواج مثل یک سبد میوه درهمه. یعنی چی؟ یعنی شما یه جایی میوه سالم داری، یه میوه یه ذره ناسالم، یه ذره نارسه. یکی خیلی زیباست، یکی اونقدر زیبا نیست. میتونیم بسیار از اینها رو ما ببینیم. میوه، سبد میوه رو میتونی زیرو کنی ببینی. در مشاوره ازدواج بسیار از اخلاق و خلق و خوهای طرفین میتونیم اینها رو به دست بیاریم. با تست ها، با مسائل مختلف میتونیم آشنایی پیدا بکنیم. پس ازدواج مثل هندوانه دربسته نیست که ما بیایم مثلا بازش بکنیم بگیم این هندوانه ممکنه کلا سفید باشه، نارس باشه. آیا هم چیز ممکنه یک فرد کلا منفی باشه یا اینکه کاملا رسیده و سالم باشه؟ این اصلا ممکن نیست. پس ازدواج مثل سبد میوه درهم است.